با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جمعی میسر گشت که در نتیجه بررسی عریضه ساکن نویه مذکور وابسته از طرف شخصان نامعلوم تصرف شدن مبلغ‌های کلان پولی از منزل استقامتیش ضمن برای ماندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شخصیت گمانبر این حالت دزدی را آشکار نموده به کردارهای غیر قانونی او خاتمه گذارند. این نفر سعدالله محمد سال تولدش 1990 ساکن شهر باختر با مقصد تصرف مال و ملک غیر شب 16 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 21:00 به نزد منزل استقامتی شهروند رحیموف نور محمد ساکن جماعت شهرک جامعه نویه جمعی که برادر همسرش می باشد رفته از نبودن اطرافیان استفاده نموده با کلید در منزل استقامتی را گشوده غیر قانونی وارد آن می گردد. نام برده یک عدد جوان آهنین را که در داخلش مبلغ‌های پولی 175,000 سومونی، 227,000 روبل روسی، $500 امریکایی و جواهرات طلایی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند که با این کردار جنایتکارانه‌اش به شهروند 221,441 سومونی ضرر جدی میرسانند. نسبت سعدالله محمد در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله نویه جمعی پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با شعبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه عریضه زن 26 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که اولای ماه فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد گردنبند طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 5,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 44 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و زن 32 ساله ساکن همانجا صادر نمودند. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.